ببینیم بچه‌ها، بعضی وقتا من آرایشم به هم ریخته است، بعضی وقتا خیلی خوب آرایش میکنم، حوصله‌شو ندارم. دلم میخواد بعضی وقتا پراکنده باشم، بعضی وقتا خیلی تمیز باشم. پس ایران خیلی هم خوش می‌زنه. نه مگه نه؟ I like that. I like it. Oh yeah my god. یه دختر پلنگ و مخ بزنیم و چیکار کنیم؟ چند آپشنه. اصلا قیافه که اصلا مهم نیست. در وهله اول ماشینه. بعد از ماشین اینه که مدلش چی باشه. مثلا اگه ماشین کروک باشه که دیگه هیچ دیگه، هر چی این آپشنات بره بالاتر، دختر عملی‌تر و بهتری میتونی بزنی. بعد از حالا ماشین و داستانای ماشین و این حرفا میری کجا؟ میره تو خونه مجردی. آقا خونه مجردی طرف نمیدونم الهی است، خونه مجردی طرف نمیدونم فرشته است، خونه مجردی طرف LCDش 52 این که نمیدونم خونه مجردیه. مثلا میگه فلانی میگه خونه مجردی، چون رقابت دیگه بین پلنگا دیگه. مثلا احسان خونه مجردیش میز بیلیارد داره، چرا کامران نداره؟ بعد همین به خدا دیدم دارم میگم اینا رو. بعد حالا میره مثلا رو آپشن هومه تهران، مثلا باغ داره کردان یا نه، باغ داره دماوند واسه تابستون. چشام فتوشاپ لنزه. خب به انا فتوشاپ متحرک. فتوشاپ متحرک. فتوشاپ. لطفاً دخترهای فتوشاپ نیاین تو پیج من. این هم میتونه متفاوت از طرف من شکل پلنگ به همه سلام، امیدوارم از یکی لباس عربیم خوشتون اومده باشه و فردا مصاحبه دارم با NBC. خب به انا. سلام بچه‌ها، سلامتون رو بسنن. چیکار میکنید؟ دوستتون دارم، عشق منید. رفته بودم یه چیزی بخرم، همه چی خریدم به جز اون چیز. اگه دختری اینجور چیزا رو میفهمی، اگر پسری هم که دیگه. Вот так татуировочка выглядит до удаления лазером. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть после. Но так это выглядит ровно через минуту после окончания лазерной операции. Через 3 дня сделаем фотоотчет, как было до, как было после. Ну, а вы увидели, как это делается вживую. До новых встреч. مرسی شیوا جان. میتونم ازت خواهش بکنم آهنگ بعدی رو بخونی؟ چشم. عشقم رو با تو دیگه قسمت نمی کنم من، به اون دل سیاهت عادت نمی کنم من، عادت نمی کنم من. دیر اومدی خیلی دیره، جای دیگه دل اسیره، حرفای قشنگ اصلا توی گوش دل نمیره. دیدمت نگاهت عاشقانه بود، از گذشته ها برام نشانه بود. سلام تو شنیدم، نگاه عشق و دیدم، اما دلم نلرزید انگار تو رو ندیدم. درنن درنن درن دیر اومدی خیلی. مرسی. به این میگم 150% انترتینمنت. به خاطر همینم بود که من میخواستم برنامه اکسترای امروز رو فقط به ایشون اختصاص بدن، ولی